داشبورد و در تسلا کامل شده ولی هیچ سردنده‌ای نداره. دست دنده اسبق رو از سطل آشغال در آوردم. در اصل ما گوی انتهایی رو نیاز داشتیم. برای طراحی لپتاپم آوردم و روشن کردم. سردنده رو بعد توی سبک پدالای دستساز در می آوردیم. بعد از یه عالمه طراحی و نقشه کشی و اهرم کشی و این داستانا به همچین رابطی رسیدیم که شما میتونستی بالا پایین یا عقب و جلو بودن سردنده رو تنظیم کنی برای خودت. اما این فقط مکانیک و بخش فنی کاره. حالا باید خوشگلش کنیم. همیشه سوراخ‌های مثلثی جوابه، چون خود تسلا مثلثیه. یه خورده باهاش ور رفتم و شد این که برای خوشگل‌تر شدنش اینها رو هم بهش اضافه کردم. وقتی توی نرم افزار رنگش کنیم میشه همچین چیزی و وقتی ازش رندر بگیریم همچین چیز خفنی شد. حالا برای اینکه خوشگل‌تر بشه نیاز به یه عالمه پیچ کرومی داریم. به اینجا پیچ و مهرها خیلی زیاد بودن ولی باحال بود. نقشه‌ها رو بردم پیش برشکاری و روی ورق 4 میلیمتر یکی یکی نقشه‌ها رو با دستگاه لیزر درآوردیم. مطمئنم کوچیک‌تر از چیزی بود که فکرشو می‌کردی. یه خورده